السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، مرحمت. شهر مدینه نماز عصر نگذشت. همین وینتیلاتورهای قطعی آب بسیاری سال میتونه همین چخیه میشود چوک دیسیان اکیر فقط همین گرمی ده، همین گرمای سخت ده گیرون میکنه. اوی مای ده قطعی شلمو میکنه مردمی که حاجهای عمره میکرده گوی میدونه که همین گشته ایست. روز همی ما نگاه داریم مسجد پیغمبر علیه السلام. اگر کمتر ایستر بیاییم مرحمت، این همی روز طرفی مسجد طرفی که پیغمبر علیه السلام همجوده مزار شد حضرت ابوبکر حضرت عمر خدا راضی باشه رضی الله عنه. همین طرف این طرف جای زنکو میروند نماز میخونند. همین زونتیکوی کلانی که هویا همین را شما دیدین دینا و پریر بارون بود باین همین قطعه او میزگره خوشراک او میزگره تقییده سان نمیشه. همین فقط برای افتوه سویگی برای افتو این مرحمت هم همین گستین سوی هم همین پر دی وقتی عمره ای وزیر دی وقتی حج تبو سه چهار مرتبه 5 مرتبه زیاد میشه هم بودمش. این خانه طهارت خانه هم برای مردم هم باید زنکای سه تاش پایون تگ همی همه جا طهارت خانه و سو برای آدمایی که کسل هم رفتن هم لیفت داره و مثل همه چی خدا باشه که محیوه راستی همین اگر بدی همین مسجد راست نگاه کنیم ولی انشاءالله با نوار میکنیم اونجا مزار بقی میگه. هم مزار بقی ده دختری پیغمبر علیه السلام فاطمه رضی الله عنها حضرت عثمان و دیگر صحابه ها همش اونجا خورد. خدا انشاءالله رحمتشون کنه برکتشون برنامه نازل کنه. خدا همش را نگه داره برای مردم تاجیک برای خلق تاجیک برای همه مسلمانان پروردگارم نصیب و روزی بگردان که همین زمینای مقدس ما باشیم. پدر و مادر و خواهر و برادر همه می شرف خدا ما باشیم بینیم و زیارت کنیم و فیض و برکت همین جوها رو بگیریم. خدا هر یک ما رو توفیق بده در کارمون برکت عطا کنه. هر یک مردی که زن نداره نیتی زنگیر باشه زنای با ایمان با تقوا بوده زنایی که شوهرای خوب میخوان بگیرن خدا انشالله شوهرای با توفیق و با ایمان عطاشون کنه. یا رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله من جميع المسلمين يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا وعبادتنا.